اتفاقات جالب و غیر قابل باور آریانا سعید در کنسرت هالندش. آیا با واقعیت آریانا سعید در کنسرت هالند بر روی استیج افتاده است؟ و لباسهای جنجالی آریانا سعید و باری دیگر در این کنسرت. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدا، خوش سیما و ناماشنای افغانستان که از محبوبیت خاص هنری در میان هنرمندان افغانستان برخوردار است. آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف علاقمندانش به دست آورده است. آریانا یگانه هنرمند افغانی است که بیشتر اوقات دوست دارد آهنگهایش لایف باشد. کنسرت های آریانا سعید در داخل و خارج از افغانستان آوازه است. یگانه هنرمند افغانستانی است که کنسرت هایش به سطح بین المللی برگزار می شود و بلیت هر کنسرت آریانا سعید عد اوسطش $300 امریکایی می باشد. جدیداً آریانا سعید در کنسرت هالندش لباس های جنجالی بر تن کرده است که باز هم مورد نقد و انتقاد شدید علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است. این روزها خبرهایی در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا آریانا سعید در کنسرت هالندش بر روی استیج می افتد، اما اینها همه شایعات است و فقط به خاطر جلب توجه مردم خبرها ساخته شده است. آریانا سعید قرار است هفته آینده در کشور سویدن کنسرت دیگری را برگزار کند. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.